می اومدن قدیم از اشعار حافظ سعدی و امثال هم در ترانه ها و آهنگ ها استفاده میکردن. این مقدار دور زمانه عوض شد، سبک شعرها در آهنگ ها تغییر کرد، اما خب مضمون و مفهوم رو میرسون که موضوع عاشقانه است، عارفانه است، دوستی، محبت چیه. For example، برای بسیار برای من نوشته. چی نوشته؟ چی نوشته؟ اگه الکی دست میزنیم میدونی چی نوشته؟ سبک فرق میکرد. یا مثلا عشق به شکل پرواز پرنده رفت جلو، اوضاع عوض شد. دوست دختر من نازه، قلبش پر از اسم. رفت جلوتر، افتضاح تر شد. دوستت دارم کثافت، توف بیاد به اون قیافت. این شعره. و در مبحث ضرب المثل هامون مثلا همچین عجیب غریب بعضی از این ضرب المثل ها همچین دارن میگن شیر است اگرچه پیر است. شیر نمیدونه اگه پیرم بشه شیره، انگار شتر اگه پیر بشه خر میشه مثلا. خب شترم شتره دیگه، پیر چه حرفیه که جای تأسف. واقعا یک زن خیلی خوب کار میکنه، میگن ماشاءالله این خانم مثل یک مرد کار میکنه. اون وقتی یک مرد خیلی خوب کار میکنه، اشاره کردن که وقت بندم دیگه تمام شد. خسته شدین؟ جدا؟ نه دور از جدی، دور از شوخی، ببخشید. دوستان گل من، سپاسگزاری میکنم از عزیزان بزرگواری که در اینستاگرام بنده رو فالو میکنن. خیلی تعجب کردم وقتی وارد سالن شدم، دیدم این همه جمعیت از پای وایبر پا شدن اومدن اینجا نشستن و لحظاتی واتساپ و وایبر و اینستاگرام غیره رو ذالک رو رها کردن. خیلی خوبه، ارادتون قوی بوده، بهتون تبریک میگم. و اینکه من در میان جمع میدم تعدادی الان آنن و همچنان دارن فرصت رو غنیمت میشمارن. مثلا فکر میکنه اگر این یک ساعت اینجاست آن نباشه لابد از غافل عقب میمونه. تو گروه های وایبری من نمیدونم دیگه اون حرفای کوتاه چطوری خوبم، دیگه چطوری خوبه، دیگه چطوری. اگه گروه اسمش حالا هر چی گذاشتی، مطالب علمی میخوای بذاریم، آموزشی، نمیدونم عرفانی، شعر، دیگه حرفای خصوصی، حالا بعد فرهنگ استفاده درست بشه. کاری ندارم. تشکر میکنم از فالوتون در اینستاگرام و اگرم که اهل لایک هستید که هستید حتما دیگه، من نمیدونم، خدا میدونه، خدا انشالله ببخشدتون. صابونای قدیم، آهنگای قدیم، همه چی قدیم. یه دونش یه ایل رو جواب میدن واقعا. همین چی قدیم. بیسکویت مادرای قدیم. بیسکویت مادر خریدم مزه عمه میداد. مثلا مورچه های قدیم، مورچه گازم گرفت گفتم آخ گفت جون. اصلا مورچه های قدیم اینجوری نبودن که. رفیقی میگفت که ساعت 5 صبح برای من SMS اومد. شبشم بعد خوابیده بودم، از مسافرت اومده بودم، خسته و درمونده. با ناراحتی SMS رو باز کردم، دیدم نوشته بود که قالیشویی هیچ گونه شعبه دیگه‌ای ندارن. میگم بغض گلومو گرفت، اشک تو چشام جمع شد، چون همیشه با خودم فکر میکردم اینا یه شعبه دیگه دارن نمیگن. 5 صبح گفتم ما راحت شدیم واقعا. ببینید چقدر مهربانت میگذارم، عقده دل میگشایم، گریه بی اختیارم از غم نامردمی ها، بغض ها در سینه دارم، شانه هایت را دوست دارم. من تو را بالاتر از من، برتر از من دوست دارم، دوست دارم. عشق صد چهره داره، عشق تو آینه داره. لبخند یه آدم اینقدر در کلاک هست که بوسه که نمیشه. واقعا خیلی باحال.
نفسگیری بود واقعا، اما خدا شاید این خانم که اینجا کمک میکنه شاهدن که من اول شدم. موهامم شبیه احمقا شد. خیلی ممنون خانم. ما یاد گرفتیم فقط بدویم، انقدر تلاش کنیم تا یه چیزی رو به دست بیاریم. بعد بلد نیستیم ازش محافظت کنیم، بلد نیستیم نگهش داریم، بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. مثلا دوستم خودش رو کش تا بهترین دانشگاه تهران قبول شد. حالا بهش میگم فلانی امتحانا رو چیکار کردی؟ میگه هیچی بابا 2 تاشو افتادم. میبینی؟ این همه خودش رو کش که بیاد بیفته. ماها یاد گرفتیم فقط برسیم. میگفت این دختر محشر عالیه، عالی، اصلا با این باشی خوشبختی تمومه. دختر رو بهش نمیدادن. شاید 1 سال تموم اینقدر اصرار کرد، 1000 جور شرایط عجیب غریب و از دختر و خانواده‌اش پذیرفت تا دختر رو بهش دادن. باورتون نمیشه بعد از 40 روز طلاق گرفت. به همین سادگی خودشو کش واسه 40 روز فقط. کاشکی میفهمیدیم رسیدن مهم نیست، موندن مهمه، محافظت کردن مهمه. خیلیا تو مسافرت که میرن فقط هدفشون و تمام فکر و ذهنشون اینه که فقط برسن به اون جایی که میخوان و دقت ندارن خود مسیر رسیدن به اون شهر یا اون جایی که میخوان مسافرت کنن تجربه عالیه واسه این که لذت ببره انسان و خاطرات عالی رو در ذهن خودش ثبت و ضبط کنه. تویی که به خواستت رسیدی مراقب باش و ازش مراقبت کن. شترها از دیرباز در تاریخ بشریت نقش مهمی را ایفا می‌کردند، چه در جنگ‌ها چه در مسافرت‌ها. در چشمان شتر حسرتی عمیق دیده می‌شود که انگار اگر این بزرگوار 2 تست بیشتر در کنکور می‌زد دانشگاه هاروارد قبول می‌شد. اما لب‌های شتر حکایتی دیگر دارد. از لب‌های شتر پیداست که اگر شتر چایی بخورد قطع به یقین چایی را هورد خواهد کشید. انا به لب لعل تو یاقوت و مرا قوت، یاقوت نم نام لبت یا لب یاقوت. من فکر کنم دیگه دارم چرت و پرت میگم، برم تا چاییم یخ. اولین روز دبستان بازگرد، کودکی ها شاد و خندان بازگرد. خاطرات کودکی زیباترن، یادگاران کهن ماناترن. درس های سال اول ساده بود، آب را بابا به سارا داده بود. درس پندآموز روباه و خروس، روبه مکار و دزد و چاپلوس. روز مهمانی کوکب خانم است، سفره پر از بوی نان گندم است. کاکلی گنجشککی باهوش بود، فیل نادانی برایش موش بود. با وجود سوز و سرمای شدید، ریزلی پیراهن از تن می درید. تا درون نیمکت جا می شدیم، ما پر از تصمیم کبرا می شدیم. پاک‌کن‌هایی ز پاکی داشتیم، یک تراش سرخ و لاکی داشتیم. کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت، دوشمان از حلقه هایش درد داشت. گرمی دستانمان از آه بود، برگ دفترها به رنگ کاه بود. مانده در گوشم صدایی چون تگرگ، خشخش جاروی بابا روی برگ. هم کلاسی های من یادم کنید، باز هم در کوچه فریادم کنید. هم کلاسی های درد و رنج و کار، بچه های جامه های وصله دار، بچه های دکه سیگار سرد. کودکان کوچه اما مرد. کاش هرگز زنگ تفریحی نبود، جمع بودن بود و تفریقی نبود. کاش میشد باز کوچک میشدیم، لااقل 1 روز کودک میشدیم. یاد آن آموزگار ساده پوش، یاد آن گچ ها که بودش روی دوش. ای معلم نام و هم یادت بخیر، یاد درس آب و بابایت بخیر. ای دبستانی ترین احساس من، بازگرد این مشق‌ها را خط بزن. ای جان نگاه کنه این گربه چقدر آروم ملوس لم داده داره نگاه میکنه، با تعجب داره ازش میگیرم. حقیقت کشید اصلا قصه هیچه بود.
نمیخوره، فقط میخواد بخواب شب بزنه. یه ساعت برم میگن این برگای پن مال چیه. حقیقتش من تا حالا درخت موز ندیده بودم، فکر کردم قدش 30-40 متر، نگو همین قده. اینم موزاشه، ببین هم نرسیده اینجا این موزاشه. اینم مادر چیز قسمت